انفجار قیمت طلا از نیمه دوم آذر ماه، آخرین فرصت‌های خرید طلاست. به نظر من دو تا عامل داره رشد طلا. ببینید، یک عامل خارجی، یک عامل داخلی. عوامل خارجی: احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا، احتمال کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای چین برای خرید طلا هست که باعث میشه اونس جهانی احتمالاً به محدوده $5000 برسه و تمام این اتفاق از نیمه دوم آذر محتمله. اما داخل، احتمال افزایش قیمت دلار با توجه به گرون شدن بنزین، افزایش تقاضا برای خرید دلار توسط بازرگان‌ها و شرکت‌ها از نیمه دوم آذر ماه و به صورت طبیعی دلار هم انتهای سال افزایش خواهد داشت. همه اینها به علاوه با جو بد سیاسی و نظامی که احتمالاً از اینجا به بعد شکل میگیره باعث میشه طلا محدوده 11 تا 12 میلیونش نه تنها گرون نباشه، بلکه با دید شب عید حتی 6 ماه آینده توی محدوده 15-16 میلیون تومان قیمت بگیره. پس فوق العاده هم الان اینجاها ارزنده و ارزونه. نظرت چیه در مورد این صحبت‌های من و در مورد طلا؟ برای من این پایین کامنت کن.